حالا دوستان عزیز اکنون رسیدم با نقطه اساسی یا با مرحله که شوی جایزه را باید به دست آورد نزدیک می شود. جفت نوبتی معرفی می شود. شکر محمد اکنون دوستانی عزیز نبرد برای به دست آوردن راه خط نهایی بین سید جلال سعیدов و شکر محمد امیر محمدов دایر می شود. شکر محمد میر محمدов چون پیش طرف پیراهن سفید به بر کرده است و سید جلال سعیدov با کیمانای کبود گوشتین میگیرد. پهلوانی که یکی وزنش 100 کیلو و دیگر وزنش جمعی 100 کیلو در گوشتین جدا معرفگر جمهوری تاجیکستان هستند. هیئت منتخب جمهوری تاجیکستان را در گوشتین جدا معرفی میکنند. حالا شکر محمد از پشت سر سید جلال گریبان سید جلال را دریافت کرده است و دست و چنگال برای کمربند پیدا کردن است. داور مرکز رقابت را باز داشت و سید جلال سعیدов را یک آگاهی نشان داد. قد و قامت شکر محمد نسبت به سید جلال سعیدов بلندتر و درازتر دستان دارد. از این خاطر برای سید جلال سعیدov هم گریبان رقیب را داشتن مشکل است. اما این وزن مطلق است. دلخواه نفر میتواند که در این وزن 120-130 کیلو هم داشته باشد. با پهلوان حتی 90 کیلو هم میتواند مبارزه برد برای به دست آوردن جایزه که در میدان گذاشته شده است. حالا اکنون این نوبت تنبه برای سید جلال سعیدov. شکر محمد میر محمدov باشد از گریبان سید جلال سعیدov مستحکم داشته است و او را فاصله نزدیکتر میخواهد بیارد. اکنون کمی در کم. اوه سید جلال معلوم است که از دست رقیب خود را رها کردنی است. این بار دوم است که تنبیه میگیرد سید جلال چون که یک آگاهی بود دوم تنبیه و علاکه این باز تنبیه هست. و قد و قامتی بلندی شکر محمد میر محمدov شاید او را شکرین کند به قسمت نهایی چون که این امکانیتی خوب است. اما باز هم تیمور رحیمov شاید او را در منبعد با این قد و قامت برابر است. ما پیشگویی نمیکنیم، فقط گفتنی هستیم که در وزن دو داوطلب اساسی تیمور رحیمov و شکر محمد میر محمدov به حساب میروند. سید جلال سعیدov هنرش خیلی هم در وزن 100 کیلو عالی بود، هرچند از دست شمشاد شکست خورد. حالا ببین یک نوبت دیگر شکر محمد خواست که رقیب را پشت پای هزینه گذارد و او را به تخته پشت افشاند، اما دست را رها کرد و دوباره باز دست به گریبان میشوند این پهلوانان سنگین وزن. سید جلال اکنون توکل را پیشه کرده است. ببینید خیلی خوب هجوم هم کرد. یک نوبت دیگر سید جلال داشته است و شکر محمد فاصله را دور میگیرد. شک در اینجا سید جلال خوب کار میکند. حالا اکنون سید جلال چند نوبت به هجوم گذاشت. شکر باشد لحظه به سمت ما هم نظر می‌نگرد چون ما صدای بلند میکنیم شاید برو هم میشنود از هجوم های سید جلال سعیدov. انا اکنون دوباره سید جلال در کرد، پیدا کرد کمربند شکر را. انا این شکل است. بعداً پهلو حتی میدهد داور مرکز. بله بعدا گرفته میشود
پهلو، بله این پهلو بود. داور کم شتاب کرد اما سعید جلال سعیدوف پیش میگذارد. دیدید اکنون گوشتین جدا دیگر است و گوشتین ملی دیگر است دوستان عزیز. فرقیت انا اکنون در همین جو معلوم می شود. حالا سعید جلال فعال می شود. این پهلوان 100 کیلوهای گوشتین جدا بر مقابل پهلوان سنگین وزن با پیش می گذارد. کار تماما رنگ دیگر گرفت. انا این کار و عموما رنگ دیگر گرفت. حالا سعید جلال سعیدوف اکنون قدم خود را با پیش استوارتر میگذارد. آوا پیش می رود. شکر محمد باشه. حالت تکرار رو میبینیم. ببینید اینجا خوب کار کرد. آوا این بدن بود. حالت تکرار هم نشون میدهد. قبلا در گوشتین جدا اینو یوکو میگفتن، حالا وزری هم میشود. حالا شکر محمد برای جبران کردن این سعید جلال را داشته است و این خودتی خطرناک است. بدن داوران نشون میدهد. هر دو را بدن نشون میدهند. انا اکنون کار تماما چی شد؟ داور مرکز هر دو را از جای میخیزاند. جبران میکند شکر محمد میر محمدوف. بدن را جبران میکند این پهلوان سنگین وزن. اما بدن سعید جلال با فکرم خوبتر بود. اما بدن است. سعید جلال حالا هجوم میکند با سمت شکر محمد. اما شکر محمد فاصله را دور میگیرد. حالا سعید جلال سعیدوف اکنون برای هجوم کردن آماده است. اما شکر محمد زمین نشیند. حالا اکنون سعید جلال سعیدوف با پیش میگذارد از روی آگاهی. حالت دیگر اینجا یک نوبت دیگر داور مرکز میگوید نه، اما سعید جلال کار را رنگین تر میکند. آفرین، بسیار خوب میرود. اکنون تفاوت گوشتین ملی تاجیکی از گوشتین جدا در میدان نبرد پهلوانان 100 و جمع 100 کیلو بار دیگر احساس شد. سعید جلال در گوشتین ملی خوب آمادگی دیده است. با پررگی سعید جلال سعیدوف پیش صفی را از دست نمیدهد. حالا برای شکر محمد میر محمدوف باقی مانده است که توکل را به کار برد. ببینید باز سعید جلال همون شکل، همون شکلی که پیش گرفته است برای اینجا اکنون سعید جلال سعیدوف وقت به انجام میرسد. با رسیدن وقت البته سعید جلال سعیدوف پیش صفی را از دست نداد. کار تماما رنگ دیگر گرفت. خب کی را نشون میده؟ شکر محمد یا سعید جلال؟ از روی خالها داوران اینجا سرجم میکنند. اکنون اولین بدنی سعید جلال بود، بدن دویم رو شکر محمد میر محمدوف رو در اینجا غالب میدونند. اما ما با هنر سعید جلال هم قائل شدیم. باور کنید شکر محمد میر محمدوف پهلوانی. خب اکنون برای شکر محمد نیست نبرد در قسمت های میباده با تیمور رحیموف هم مشکل تر است. اکنون حالت تکرار رو ببینیم. سعید جلال در اینجا شکر محمد میر محمدوف رو خوب پهلو افزونید. این پهلوان سنگین وزن سعید جلال خیلی خوب کار کرد. حالت تکرار حالت تکرار را تماشا کنید دوستان عزیز. حلاوت برید.